سلام. خب داستان چیه؟ من تا حالا تقریبا 3-4 بار به شما قول دادم که ویلاگ روزانه داشته باشم، یعنی از هر کاری که روزانه انجام میدم بیام و به عنوان یه دفتر خاطرات به جای اینکه بنویسم ویدیوشو بگیرم و اینجوری ویدیو درست کنم و ویلاگ روزانه داشته باشم توی کانالم و هر سری یه جورایی این داستان به هم خورده و اون پشت کارا رو من نداشتم و از امروز واقعا میخوام که دیگه این اتفاق بیفته، یعنی میخوام که این پشت کارا رو حداقل به خودم ثابت بکنم و زندگیم رو از اون روتین که الان توش هستم، توش درگیر شدم بهش، یه خورده درش بیارم. و داستان از اینجا شروع شد که واقعیتش من دیروز یه پادکست رو گوش میدادم در مورد مورنینگ روتین و این حرفا که اگه زود پا بشی میتونی این کارا رو انجام بدی، این کارا رو انجام بدی و در ادامه به یه پشتکاری برسی که به چیزی که میخوای برسی. متاسفانه من یکی از نقص‌های شخصیتی من این بود که تا الانش هم هست، پشتکار نداشتم و این نبود پشتکار خیلی جاها به ضرر من بود. خلاصه میخوام از اینجا شروع بکنم. حالا اون پادکست هم میذارم تو قسمت دیسکریپشن مثل همیشه یه ویدیو هم که اگه شما هم دوست داشتین گوش بدین. به نظر من چیز جالب بود و بماند که امروز صبح همین اولش با اون فیلر شروع شد. نتونستم ساعتی که گذاشته بودم بیدارشم، اسنوزه رو زدم، یه ساعت دیرتر بیدار شدم. ولی خب به هر حال باید از یه جای شروع بکنم دیگه. خلاصه این ویدیو از اینجا شروع میشه، یعنی این سری ویدیو از اینجا شروع میشه و استارتش از امروز. شروع امروز این شکلی بود که همونجوری که شما تیکه از ویدیوش رو دیدین، با هم دیگه صبح بیدار شدیم، من و سارا صبحونم رو خوردیم و من رفتم سر کار. قبل سر کارم یه ورزشی انجام دادم که اون رو هم کمبودش رو توی زندگیم خیلی احساس دارم میکنم، مخصوصا توی این سن و سالی که هستم نسبت به 10 سال پیش 15 سال پیش قشنگ دارم احساس میکنم نسبت به حالا کار، حالا هر کمبود ورزش نمیدونم ولی بدنم اون کشش قبل نداره و شروع کردم کمابیش ورزش کردن دوباره بدون اون پشت کار لازم که امیدوارم یه داستان به اونم کمک بکنه. یه تمرین کوچولویی هم انجام دادم سر صبحی، بعد رفتم سر کار. متاسفانه نتونستم سر کار ویدیو بگیرم با داستانی که شما در ارتباطش هستین اگر ویدیو قبلی من رو دیده باشین. و برگشتم خونه و قرار بود که امروز، یعنی بلیتش رو خریده بودم که بریم با هم دیگه کنسرت هنس زیمر که خودش که نبود و یه تیکه های از ویدیوش رو دیدیم بدون صدا، طبیعتا به خاطر قضای کپی رایت یوتیوب. تیکه هایی از آهنگایی که آهنگسازی کرده هنس زیمر، یکی از بزرگترین آهنگسازهای در طول تاریخ سینما محسوب میشه، یکی از اونها که آهنگای فیلمایی مثل دزدان کارائیب یا شیرشاه یا اینترستلار رو ایشون کار کردن. ویدیوهاش رو تقریبا دیدین، بعض تیکه‌هاش رو بدون صدا متاسفانه. و روز ما اینجوری تموم شد. الان اولش یه عذرخواهی بکنم ازتون، چون میدونم که ویلاگ یه حالتی که خیلی باید تبحر داشته باشین توی ویدیو ادیت کردن یا بازگو کردنش به حالت استوری تلینگ یا داستان سرایی این موضوعات که من متاسفانه تو این زمینه خیلی ضعف دارم. ولی خب عذرخواهی میکنم از الان و امیدوارم که این رو آروم آروم درستش بکنم و مثل قدیما حمایت شما رو همچنان داشته باشم و ویدیوهای خوبی رو از این به بعد بتونم واسهتون ارائه بدم. ولی دوست دارم که این داستان کانسیستنسی یا پشت کار رو همچنان داشته باشم و حداقل به خودم ثابت بکنم که میتونم تو این زمینه خوب باشم.
خیلی ممنون، بازم از حمایتتون متشکرم. همیشه حمایت کردین، از این به بعدم امیدوارم این کار انجام بدین و تا یه ویدیو دیگه شما رو به خداوند میسپارم. خداحافظ.